هواپیما یکی از شگفتی‌های بزرگ علم و فناوری است که بشر را قادر می‌سازد تا در سراسر جهان سفر کند و مسافت‌های طولانی را در کمترین زمان ممکن طی کند. ولی همچنان خطراتی وجود دارد که یکی از اصلی‌ترین آنها حوادث هوایی است که به طور نسبی نادر است اما اثرات وحشتناکی دارد. در ادامه حادثه عجیب و شوکه کننده از سوانح هواپیمایی را خواهید شنید که دنیا را شوکه کرده است و در پایان ویدیو به یک هواپیما که در ارتفاع بیش از 10,000 متری منفجر می شود و تنها یک خدمه خوششانس آن زنده می ماند اشاره می کنیم. در 4 ماه سپتامبر 1954 میلادی پرواز شماره 513 هواپیمای ساندیاگو از آلمان به سمت برزیل پرواز می کند. داخل کابین هواپیما 88 مسافر و 4 خلبان و مهماندار بودند. پروازی که باید 8 ساعت طول می کشید اما ماجرا طوری دیگر رقم خورد و این پرواز 35 سال طول کشید. هواپیمای شماره 513 بالاخره در 12 اکتبر سال 1989 میلادی در برزیل به زمین نشست. قبل از این اتفاق کارمندان فرودگاه با شگفتی تمام متوجه می شوند که خلبانی تماس‌های مکرر آنها را پاسخ نمی دهد. پس از فرود آمدن کارمندان فرودگاه فوراً خود را در آنجا می رسانند تا بدانند هواپیمای ناشناس به چه کسی تعلق دارد و چرا کسی جواب نمی دهد. وقتی مسئولان فرودگاه و گروه نجات به آنجا می روند با صحنه ترسناک مقابل می شوند. مسافران همگی با کمربند در صندلی‌هایشان نشسته بودند ولی آنچه باقی مانده بود تنها اسکلت آنان بود. این همان هواپیمای پرواز 513 بود. وقتی خبر به بیرون از فرودگاه درز کرد آدما شگفت زده و با هیجان حادثه را دنبال کردند. دولت برزیل تنها گفته بود که هواپیمایی از ناکجا آباد از آسمان میآید و به فرودگاه مینشیند. ولی اینکه چگونه هواپیمایی با خلبان مسافرانی اسکلتی توانسته پس از 35 سال به زمین بازگردد، اتفاقی که تا امروز یک رمز و راز است و کسی توضیح دقیقی در این باره نداده. دومین مورد هواپیمای شماره 206 است که از برزیل به مقصد کلمبیا در سال 2023 در حال پرواز بود. این هواپیما دچار خرابی موتور می شود و سقوط می کند. 2 خلبان و 1 زن در این سانحه از بین می روند. 4 کودک این زن ناپدید می شوند. پس از اون یک عملیات بزرگ با همکاری سربازها و ساکنان محل برای پیدا کردن کودکان گم شده به راه می افتد. هیچ کس نمی دانست کودکان زنده هستند یا نه. تنها 40 روز پس از این اتفاق گروه نجات 4 کودک را در بین جنگل‌های ترسناک آمازون زنده پیدا کردند. این خبر کل جهان را حیرت زده کرد. آنها راز پیدا شدن کودک را رازی جادویی خواندند و گفتند آنها تنها بودند. کودکانی که برای 40 روز تمام و بدون غذا و دارو در میان جنگل‌های آمازون دوام آوردند و در نهایت توسط گروه نجات یافتند. حادثه حقیقی که داستانش شبیه فیلم هاست توجه مردمان زیادی را در نقاط مختلف جهان به خود جمع کرد. اگر تا اینجا از این ویدیو لذت بردید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و بقیه ویدیوهای ما رو ببینید. 50 سال قبل از امروز در آسمان چک هواپیمای DC-9 مربوط به کشور یوگسلاوی سقوط می کند. داخل هواپیما 28 مسافر و خدمه قرار داشتند. هواپیما که از اسکوتهولم به مقصد بلگراد در پرواز بود، مدت کوتاهی پس از پرواز منفجر میشه و به 3 تیکه تقسیم میشه. در این فاجعه 28 سرنشین هواپیما از بین میروند. ولی یکی از خدمه‌های آن به اسم ویسنا به شکل معجزه‌آسایی نجات پیدا می‌کند. او تنها انسان روی زمین بود که توانسته بدون چتر نجات از ارتفاعی بیش از 10,000 متر به زمین سقوط کند و در نهایت زنده بماند. اسم او ثبت کتاب جهانی گینس شد. در هنگام وقوع فاجعه ویسنا شانس می‌آورد
زیرا او در دم هواپیما در بین جعبه‌های میوه قرار داشت. در زمانی که 28 سرنشین هواپیما به زمین سقوط می‌کردند، ویسنا هنوز زنده بود. تا اینکه هواپیما در میان جنگل‌های برفی در دامنه‌های کوه برخورد می‌کند و اون تنها از این فاجعه به طور معجزه‌آسایی زنده می‌ماند.